حين ولدت أعطيت. بله، سلام علیکم، بفرمایید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. استاد انصاری عزیز. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. خالد هستم. خالد جان از آلمان، بفرمایید برادر گرامی. بله، در مورد برنامه تان میخواستم صحبت کنم، اما قبل از او همین چند دقیقه پیش که یک نفر زنگ زد که وقت خودتان ایرانی ها شما رو سر کار گذاشتین. بله. باید اول جواب از او را بدم. اگر ایرانی ها شما رو سر کار گذاشتین، چرا یا آخونده خود به در دیوار میزنن؟ چرا برنامه را شبکه را مصروف میکنن؟ چرا هزاران یا صدها نفر بسیجا و نمیدانم مردم ها را موظف کردن که شبکه را وقتش بگیرن تا مردم هدایت نشه؟ درست. یکی. دوم دیگه در مورد تعریف قرآن باید بگویم که در تمام آقای شیعه یا رافضی ها یک نفر پیدا نمیشه که بگه کسی که به تعریف قرآن قائل باشه کافر است. به خاطر ازی اگر بگه کافر است، فوراً همین کلینی و مجلسی و خمینی و جزایری حکم کفرشان صادر میشه. درست. چرا که خداوند در قرآن میفرماید که ما قرآن را نازل کردیم و محافظ قرآن هستیم. این رافضی ها هرگز نمیتوانند قرآن را تعریف بکنن، فقط به مردم میگن که قرآن تعریف هست. اگر به مردم نگویند قرآن تعریف هست، دیگه دینشان برباد رفته و برباد میره. یک. و دوم دیگه که آخوندا چاره هم ندارن، خود به در دیوار میزنن، هر کاری میکنن تا شما را شبکه‌های شما را مصروف بکنن، مردم اجازه ندن، مردم زیر کنترل بگیرن که تا مردم هدایت نشه. خودشان هم اینو میدونن که از روزی که شبکه‌های توحیدی پیدا شده خیلی مردم عوض شده، مردم متوجه شدن، مردم شبکه‌ها را میبینن، اینا خود فریب میدن، خودشان دیگه همینطوری مردم گول میزنن. درست. یک. و دیگه ای که قرآن شریف در مورد چنین انسان‌ها میفرماید که همین انسان‌هایی هستند که مردم گول میزنن و احادیث پیامبر مستقیم به همینا گفته شده که 72 گروه از امت ما یک گروهی است که فقط در بهشت است، دیگه همه دیگه هایش پس کی وارد جهنم بشه؟ این دوزخ خداوند برای چی ساخته؟ بهشت برای کی ساخته؟ خب اگر این رافضی ها مردم گمراه نکنن، به قرآن کافر نباشن، قرآن تعریف شده نخوانن، پس کی در دوزخ برود؟ دوزخ و تنها به مسیحا و به یهود و به دیگه کمونیست ساخته نشده. دوزخ با چنین آدمای مسلمان نما هم ساخته شده. برادر عزیز، درست. اینا به برادرای شیعه میگم که برادرای شیعه شما متوجه باشه، شما را اینا دارن گول میزنن، شما را از یک سر میبرن به طرف جهنم دعوت میکنن. میگن شما فقط کتابای کافی و مجلسی رو میارن بخوانید و از قرآن شما رو روز به روز دور میکنن. فقط هدف از یا خمس و صیغه و همین دروغ در مذهبی که دروغ عبادت باشه، از اون آدم چی توقع داشته باشه؟ دروغ اصلا در هیچ مذاهب، در هیچ دین، در هیچ جای دنیا جایز نیست. اگر در کمونیستان بودی دروغ بگویی فوراً زندانت میگه تو چرا دروغ گفتی. اگر در مسیح، در هر جای دروغ گفتن ممنوع است. اینا دارن دروغ عبادت میدونن برادر. اینا آمدن خمس زکات در قرآن آمده، در کجا آمده؟ برو مال مردم اون بیچاره میره صبح تا شب جان میکنه، زحمت میکشه، بعد میاد چند قرانی که پیدا میکنه او را ببره خمس بده که ما در بهشت بریم. آقا جان، برادران شیعه، نه آخوند کاری کرده میتونن، نه امامان کاری کرده میتونن. بهشت دوزخ فقط الله تصمیم گیرندهش هست، هیچ کسی نمیتونه شما را گول نزنه. با خدا شما را گول میزنه، فریب میخوره دیگه. همین گفتنی را داشتم. هرچی به این آخوندا هرچی بگی اینا وظیفهشون انجام میدن. وظیفه عبدالله ابن سبا یهودی همین بوده، باید انجام بدن. اینا دیگه میراثدار ابن سبا یهودی و همین مجلسی و کلینی و خمینی هستن. اگر این کارا نکنه در نفرین ابن سبا گرفتار میشن. بله، تشکر خالد جان، الله مطالب ستون کنه. شما هم تشکر. شما را همچنان سلام علیکم و رحمت الله. السلام و رحمت الله و برکاته.